گفتم خطاب به اون آدمی که میاد رئیس رؤسای شرم بر شما، شرم بر شمایی که مادرای معلول رو اینقدر آزار و اذیت میکنین. شما فکر میکنین مگه اینا کی هستن؟ اونا یک انسانی عین منن، از تصدق سر تمام خانواده‌های معلولین توی جایگاه نشستن. چرا بخوان بی احترامی کنن؟ چرا بخوان بی حرمتی کنن؟ چرا بخوان حق یتیم رو زیر پا کنن؟ حق بچه طلاق رو زیر پا کنن؟ حق بچه زندانی رو زیر پا کنن؟ چی سازمان بزنسی چه همون کمیته امدادش فرقی نمیکنه؟ چرا وقتی یه مادر وقتی میره پیششون التماس و درخواست و خواهش و تمنا داره، اینا فخر پشت میز میگیرشون؟ فخر اون کت شلواری که توی اتوشویی اتو کردن تو تنشون میکنن، دیگه خودشون رو نمیشناسن. خدا شاهده، من گفتم که به بیتن رهبری من نامه میزنم